شب میخوابی صبح و 1000 تا خبر بد بیدار میشه، هر هفته این خبر بد. بعد اینو به کنار، فلانجا آتیش میگیره، فلانجا سیل میاد، فلانجا اتفاق بد میفته، به کنار. این مردم به خودشون رحم نمیکنن. و توی بی‌ناموس تو خود از مردمی دیگه، تو به مردم رحم نمیکنی، به همجنس خود رحم نمیکنی. بابا به خاطر چی؟ بابا تایش چیه؟ من نمیتونم بگم، زن و بچه دوباره بیج منن. تایش چیه؟ به خاطر اون کار تو میای جون طرفو میگیری؟ یعنی ناموسن ارزش داره؟ تو چه حرومزاده ای هستی؟ تو بی‌ناموس خواهر نداری، مادر که داری که. یهو نگاش کردم. مگه میشه یه مادر که تو رو به دنیا آورد دیگه؟ تو یه لحظه فکر نمی‌کنی آقا این مثل مادر توئه، مثل خواهر توئه، مثل خاله توئه؟ آقا بابا شما کی هستن این ناموسن؟ چه جونه برایی هستن اینا؟ چه دلی دارن، چه ذاتی دارن؟ مگه میشه آدم اینجوری باشه؟ تو نمی‌بینی مردم با 1000 تا بدبختی دارن زندگی میکنن؟ پدر مادر دختر دهن سرویس دختر به این سن رسوندن، دست گلو. دختر برادر معلوم کنه داره، برادر ناتوان جنسی بود. حرومزاده تو آدمی؟